روز شما بخیر بینندگان ارجمند، شما را به دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم که تازه‌ترین تحولات از تاجیکستان و جهان را خلاصه میکند. امروز دوشنبه 10 آگوست است. حالا با چندی از موضوعات نشر شناس شوید. سر از امروز 10 آگوست حکومت روسیه نظام شدیدی از کار محروم نمودن و اخراج مهاجران را جاری کرده است. با مهاجران توصیه دادند که پیش پرداخت برای پتنت را نه کمتر از 5 یا 7 روز سپارند و به روز آخر نگذارند. فشار اقتصادی به جای جنگ، امریکا استراتژیش در نسبت ایران را تغییر می‌دهد. ترامپ میگوید در وضعیت کنونی فشار اقتصادی بالای ایران تأثیر خوب خواهد داشت. در حالی که شهردار گلستان میگوید کارخانه مشترک تاجیکی و چینی در نزد کسی قرضدار نیست، اداره اندازه تاجیکستان گفت معلومات آنها دیگر است. از طرف یکون کمیته انداز ممکن یکون سنجش‌های یکون گذرانده و این مبلغ‌ها برآورده شد. اما در آغاز یک خبر فوری، امروز در نتیجه حمله‌های پهپادی به شهر نیژنیکامسک جمهوری تاتارستان روسیه 13 نفر از جمله یک کودک کشته شدند. کنسولگری ازبکستان گفت 7 جان باخته شهروند این کشور بودند. در میان قربانیان شهروندان تاجیکستان هم هستند، اما فعلا جزئیات در دست نیست. مقامات تاتارستان گفتند که حمله‌های پهپادی انشاءات ملکی و کارخانه‌های استحصالی را هدف قرار دادند. در این حمله ها 10 نفر مجروح شدند. در تاتارستان روزی ماتم اعلان شد. ستاد کل ارتش اوکراین گفت حمله های آنها به ضد کارخانه استحصال نفت تنیکو در نیژنیکامسک روانه شده است. در روسیه امروز سیستم را به کار انداختند که محروم کردن مهاجران کاری از پتنت و حق کار در این کشور را آسان میکند. رسانه‌های دولتی روسیه خبر دادند که اگر مهاجری کاری پیش پرداخت حتمی را برای پتنت سری وقت نسپارد، سیستم خود به خود پتنت او را به اعتبار میکند. همکارم طاهری سفر این موضوع را تحقیق کرد و قبل از برنامه از او درباره جزئیات این سیستم پرسیدم. سیستم خودکار یا اتوماتی نظارت پتنت ها در روسیه یکی دیگر از تلاش های حکومت برای نظارت حضور مهاجران است که سالهای اخیر مقامات روسیه جان آنها را به لبشان آوردند و کار و زندگی را برایشان بسیار سخت کردند. قرار درباره این سیستم اول ماه آگوست قبول شد و بر اساس آن هر مهاجری که در روسیه با اجازه نامه کار یا پتنت فعالیت میکند باید هر ماه از 1200 تا 1700 روبل پیش پرداخت کند تا پتنتش به اعتبار نشود. قبلا کارمندان دولتی در روسیه تفتیش میکردند که آیا مهاجر پول حتمی پیشکی را پرداخته است یا نه. اگر دیدند که پول نگذشته است و یا مهاجر رسید پرداخت را ندارد، پتنت او را بیکار یا به اعتبار میکردند. حالا دیگر کسی در میان نیست و فقط سیستم های کامپیوتری به هم وصل وزارت کارهای داخلی و وزارت مالیه روسیه میبینند که آیا مهاجر پول حتمی پیشکی را پرداخته است یا نه. اگر پول نبود، همان روز در سیستم مقامات پتنت مثلا یک مهاجر تاجیک با نام صابر یا علی به اعتبار می شود. احوال خود مهاجر هم بدتر خواهد شد، زیرا به پتنت حضور او در روسیه غیر قانونی به حساب می رود و در صورت افتادن به دست کارمند پلیس او را یا جریمه می بندند یا اخراج کرده او برای 5 سال از حق ورود به روسیه محروم می کنند. و سوال دیگر از همکارم این بود که مهاجران تاجیک باید چیکار کنند تا از پتنت و حق کارشان محروم نشوند؟ واقعا سوال مهم است خیرمان و خطر آن هم وجود دارد که یک بار هزاران مهاجر کاری در 1 یا 2 روز از پتنت محروم شوند، زیرا هنگام پرداخت پول مهاجران میتوانند و یگان خطای خرد هم راه بدهند. وزارت کارهای داخلی روسیه از مهاجران و کارفرمایانشان خواسته است که ضمن پیش پرداخت حق پتنت نام و نسب کارگر، سال تولد و رقم مشخص مالیات سپار یا همان اندازدهنده را درست و دقیق نویسند. نادرست نوشتن یک حرف، نام و یا رقم میتواند مهاجر کاری را در یک لحظه از پتنتش محروم کند، اگرچه او میتواند به مقامات شکایت برد آن را اصلاح کند، ولی سرگردانی و دباداب برای اصلاح را خود مهاجران بهتر از دیگران میدانند. از طرف دیگر خود مهاجران کاری از جمله مهاجران تاجیک عادت دارند که پول حتمی را 1 روز پیشتر از سنه در کاری میپردازند که ممکن است آن روز نه و پول روز دیرتر برسد. در این حالت سیستم خودکار هیچ کس را نمیبخشد و پتنت را به اعتبار میکند. برای همین به مهاجران توصیه دادند که پیش پرداخت برای پتنت را نه کمتر از 5 یا 7 روز سپارند و به روز آخر نگذارند. در نوشتن نام و نسب و رقم انداز سپار هم اهمیت بدهند و مطابق به شناسنامه بنویسند.
و از همکارم همچنین پرسیدم که هدف مقامات از جاری کردن سیستم نوی پرداخت حق پتنت و قبول قرار درباره به اعتبار کردن آن چی است؟ مقامات روسیه گفتند که هدف از این کار به مجرای قانونی درآوردن مهاجرت کاری و راه ندادن به فعالیت غیر قانونی خارجیان از جمله مهاجران کاری تاجیک در آن کشور است. یعنی از این راه مهاجر پنهان و با ترس و لرز از ماموران پلیس کار نمی کند، حقوقی هم زیر پا و یا خودش از طرف کارفرمای استثمار نمی شود. اما حامیان حقوق به راه انداختن سیستم نو را ادامه تلاش‌های مقامات روسیه برای به تنگ آوردن مهاجران و همین گونه بیرون کردن آنها از کشور می‌دانند. سبب دیگر به گفته حامیان حقوق و سمت دیگر بردن افکار عمومی روسیه از جنگ اوکراین است که مخالفان و ناراضیان آن در کشور روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شوند. دیگر اینکه در 2 سال اخیر در روسیه تمایل مهاجرستیزی بسیار زیاد شده است و مقامات کشور مهاجران کاری را سبب افزایش جنایتکاری می‌نامند و قانون‌های زیادی هم قبول کردند. مثلا هفته پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسته قانون‌های را امضا کرد که اجازه می‌دهد مهاجر کاری یا هر خارجی دیگر را با یک بهانه ناچیز از قلمرو روسیه بیرون کنند. در کدکس نو مأموری روسیه 45 ماده است که دست مقامات انتظامی را برای اخراج مهاجر بازتر می‌کند. قبلا در این کدکس فقط 22 ماده بود که امکان می‌داد مهاجر از قلمرو روسیه اخراج کرده شود. تشکر از همکارم طاهری سفر که درباره تغییر و علاوه‌ها به قانون‌های مربوط به بدوباش مهاجران کاری در روسیه تفصیلات داد. یک مقامدار بلندپایه ایرانی گفت که در فرصت نزدیک عکس و نوارهای از مجتبی خامنه‌ای رهبر عالی ایران را نشر می‌کنند که بعد مرگ پدرش در حمله‌های هوایی اسرائیل جایگزین او شده است. خامنه‌ای که ماه مارس رهبر نو عالی جمهوری اسلامی ایران نامیده شد در مظهر عام دیده نشده است. هفته گذشته خبرگزاری مهر ایران نوار صحبت مجتبی خامنه‌ای را نشر نمود ولی نگفت که این نوار کی ثبت شده است. بعضی خبرها میگویند که او در حمله‌های 28 فوریه زمانی که پدرش کشته شد سخت مجروح گردید. مقامات ایرانی تاکید میکنند که مجتبی خامنه‌ای زنده و سلامت است و توان اجرای کارهای دولتی را دارد. در همین حال دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده گفت امریکا در فکر این است که فشار اقتصادی را بالای ایران هرچی بیشتر افزایش دهد و این استراتژی من بعده کاخ سفید خواهد بود. جزئیات از کای مرسیاتو. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده با ایران تماس محدود داشته به جای عملیات نظامی نو در فکر افزایش فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی است. دونالد ترامپ روز 9 آگوست در مصاحبه با نشریه اکسیوس گفت ایران از نظر اقتصادی در وضعیت بسیار بدی است و برای پرداخت به نیروهایش پول ندارد. ترامپ تاکید کرده است که نرخ مواد سوخت پایین‌تر شده، فشار جنگ به مردم آمریکا کاهش یافته است. ولی اکسیوس خاطر نشان میکند که طبق نظرخواهی اداره‌های گوناگون مردم آمریکا درباره این جنگ نظری فوق‌العاده منفی دارند. پرزیدنت آمریکا گفت نیت دارد به جای دستور دادن برای یک عملیات نظامی نو فشار اقتصادی را بر ایران بیشتر کند. این اظهارات در حالی است که ایالات متحده هفته پیش بنابر باز نکردن آبراهای هرمز در آستانه از سرگیری حمله‌های گسترده نظامی علیه ایران بود. اکسیوس میگوید دونالد ترامپ در این مصاحبهش با نشریه هیچ تهدید نظامی نو مطرح نکرد. به قول رهبر آمریکا مذاکرات با ایران مثل بازی شاهمات است، اما راه حل آن هم پیدا خواهد شد. از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل بر مقابل ایران در تاریخ 28 فوریه امسال دونالد ترامپ بارها ابراز داشته است که سازش دائمی با جمهوری اسلامی ناگزیر است، اما تهران این ادعا را رد و به طور منظم اخبار پیشرفت در مذاکرات را رد می‌کند و حمله‌های دو جانبه از سر گرفته می‌شوند. رئیس جمهوری آمریکا روز 9 آگوست در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که ایران و کشورهای خاورمیانه درخواست نمودند که حمله‌ها به تأخیر انداخته شوند زیرا چارچوب سازش مقرر شده است. بر پایه آن به نقل دونالد ترامپ رواهای بدون محدودیت در گذرگاه هرمز برقرار شده تهدیدهای هسته‌ای از طرف ایران پررق قطع خواهند شد. در این رابطه روز 9 آگوست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفت رواهای آزاد در هرمز تنها بعد از قبول شرطهای ایران از سوی آمریکا تنظیم خواهد شد. تا آغاز جنگ تخمیناً 20% مواد سوخت عالم توسط گلوگاه هرمز به بازارهای جهانی انتقال می‌یافت.
در ولایت سوخت که کارخانه‌های عظیم چینی فعالیت میکنند، مقامات میگویند هیچ مشکلی با آنها ندارند، هرچند خبرها میرسد که این کارخانه‌ها سری وقت مالیات دولت را نمیسپارند. از جمله در شهر گلستان که کارخانه عظیم استخراج سرب و روح قرار دارد، همین مسئله را در یک نشست خبری با رئیس شهر در میان گذاشتند. همکاری ما فرزان محمدی در این نشست خبری در گلستان بود. کارخانه صنعتی خیلی یگان و مشکلی ندارد از پرداخت اندازش. من انداز اینجا هستم. واکنش رئیس شهر گلستان به گزارش ها درباره قرضداری شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین از انداز. دفتر کاری شرکت در شهرک زرنیسار گلستان و کان استخراج آن در ناحیه مسچاه جایگیر است. مسئولان کمیته انداز چند پیش گفتند که شرکت چینی به قرضدار اساسی در نزد بودجه تاجیکستان تبدیل شده است و آنها قرض شرکت را 243 میلیون سامانی برابر به 26 میلیون دلار حساب کردند. الهام پولادزاده رئیس شهر گلستان در صحبت با خبرنگاران اظهارات برعکس داد. عهدهدارشان را به پورگی اجرا کنند. ممکن که اکنون این 243 میلیون باشد که از طرف اکنون کمیته انداز ممکن اکنون سنجش‌های اکنون گذرانده و این مبلغ‌ها برآورده باشد. لیکن از روی نقشه گیریم اگر کارخانه در پیش مقامات انداز شهر ولایت اکنون قرضدار هم نیست. عهدهداری‌هاشون هر ماه با نظارت میکنیم که اجرا کنن و اجرا کرده ایستادن و به فکرم برزیات هم اجرا کنن انداز. نمایندگان شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و چین که تاکنون مسئله را شرح ندادند، خبرنگاران از سردار اداره مالیات یا انداز در شهر گلستان تفصیلات خواستند. کارخانه مذکور در تابعیت نظارت اندازه‌کنندگان کلان می‌باشد. نظارت مالیات کارخانه مذکور پورا دسترس می‌دهد. این وقت معلوماتی که در مقامات انداز موجود است کارخانه مذکور ندارد. اگر در نتیجه کارهای نظارتی ممکن افراد معین کرده. شرکت صنعت کوهی تاجیکستان و چین که در ولایت سوق به کارکرد معدن‌های کوهی، استحصال کنسنترات سرب و روح مشغول است، در گذشته هم در پرداخت مالیات یا انداز مشکل داشت. سال 2024 در پی سست شدن فعالیت این کارخانه چینی، بودجه ناحیه مسچاه و شهر گلستان اجرا نشد. شهرداری گلستان میگوید حالا وضع کارخانه بهبود یافته است. در سال 2026 و 25 بودند با تجهیزات‌های نو وارد کردن که با همین اقتداری زیاد کردن همین محصولات زیاد میکنن. هم 2026 و هم 2027 با تجهیزات‌های نو وارد کرده و من خیلی که با فرزانجا گفتم من اونجا در شهری که زرنیسار کار کردم. من در شهری با استقلال از طرف خودی همین شرکت کوهی صنعتی خیلی با یک کارخانه کلان صنعتی و روزهای نزدیک و هم به کار می‌دارد. حضور گسترده شرکت‌های چینی در تاجیکستان و وابسته شدن بودجه کشور و ناحیه‌ها از این کارخانه‌ها در گذشته نگرانی‌های را به میان آورده بود. شرکت‌های چینی میل زیاد به معدن‌های کوهی در تاجیکستان دارند و سال‌های اخیر توجه را به ولایت سوخت بیشتر کردند. این است که به اطلاع نمایندگان حکومت در شمال تاجیکستان تا 2 سال پیش روسیه سرمایه‌گذاری اساسی به اقتصاد ولایت بود، اما حالا جایش را چین گرفت. هرچند نمایندگان حکومت در شمال تاجیکستان از طرح‌های به گفتهشان بزرگ و کارخانه‌های عظیم و جایهای کاری آفریده چین ستایش می‌کنند، بعضی نگرانی‌ها از پیامد کار آنها وجود دارد. یک تحقیق رادیو آزادی در سال 2024 نشان داد که چینی‌ها در استخراج معدن و هم کشاورزی از فناوری و ماده‌های کیمیایی ضررآور استفاده می‌برند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر گلستان. بینندگان ارجمند، در همینجا 15 دقیقه برنامه اخبار آزادی به پایان میرسد. یادآور میشویم که شما میتوانید بعد این برنامه هم خبرهای تازه ترین تاجیکستان و جهان را از صحیفه های رادیوی آزادی پیگیری کنید. سامانه ما azadi.org در اختیار شما است. اینچنین در شبکه‌های اجتماعی رادیوی آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس خبر و گزارش و ویدیوهای ما را تماشا کنید، لایک گذارید و هم نظر و اندیشه های خود را زیر این مطالب بیان کنید. اینچنین خود شما هم میتوانید درباره خبرهایی که شاهدش میشوید ما را آگاه کنید. متن و ویدیوهای خود را به ما فرستید، ما آن را میبینیم و با شما در تماس میشویم. از ما فعلا همین، تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهدار.